اشتباه میگی، یه چیزایی رو میخوای درست کنی، فکر میکنی یه چیزایی اشتباه شده تو جهان هستی، چون متوجه نیست که جهان هستی رو خود خداوند خلق کرده و تمام ذرات جهان هستی طبق فرمان خداوند داره حرکت میکنه. هیچ برگی بدون اذن خداوند نمیفته. اون زمانیه که شما دیگه دست از قضاوت بر میداری، از دوگانگی خارج میشی، تسلیم میشی، شاهد میشی، فقط نگاه میکنی. اون زمانیه که شما به سطح بالاتری از آگاهی دسترسی پیدا میکنین. اون زمانیه که تبدیل به یک کیمیاگر میشین و کل جهان هستی رو درون خودتون میتونین پیدا کنین. اون زمانیه که دیگه در جهان زیست نخواهید کرد، بلکه کل جهان درون شما زیست خواهد کرد.